احترام کردن داملا چی؟ یعنی این از ایمان است اصلا و دیدن داملا هم از کفر است. برای چی؟ برای اینکه آدم چی شریعت میرساند به ما رو میگه که راهی راست بداره، پولی ما باید نخورد، ما وظیفه دار نیستیم که مثال معرکه کنیم پول تیم. داملا آدم باید برای پول شده علم نگیرد. داملا آدم کسی علم شرعی دارد با مقصدی پول جمع کردن، با مقصدی از بالی مردم خوردن، اگر علم گیرد و آدم دوزخی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کسی که این علم شریعت را با مقصدی، من این گپا برای چی میگم؟ برای اون که از گفتیم که دوست داشتن داملا از ایمان است. گفتیم برای چی؟ برای چی ما باید دوست نداریم؟ اون آدم برای ما الله شناساند، برای ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناساند. فردا اگر ما به جنت رویم به سبب دعوت های همین آدم میداریم، برای چی دوست نداریم؟ درست از اون آدمی که به خاطر پول و معرکه و به خاطر دیگر چیز تعلیم علم گرفت از همچون کسب اعتقاد کرد، از اون جزاش خودش میگیرد. لیکن من عموم میگم وظیفه علمدار مردم راهنمایی کردن به راه راست، حلال و حرام رو به مردم بیان کردن، یادآوری و نصیحت کردن دیگرها، دلسوز بودن به دیگرها. وقتی نصیحت میکنید خان بچه‌ام به راه راست راه میگوید شما مهربان هستید، یکی قدر شما رو ندانست، اون توکلش به الله هست. شما به خاطر الله باید این وظیفه رو اجرا کنید، یعنی وظیفه اهل علم.